مناز نیازوف هم نزدیک صحنه هست. این سمت عمر بیگ گساله را در اختیار داره، خودش را از گیروبار دور میکنه. موقعیت برای بازیکنان سرپول و در کجا خونسا میکنه ضد حمله عمر بیگ را و اجازه پرتاب را نمیده چابک سواران پنجشیر. با دل و جان از همین ابتدا رقابت داره و پرتاب، اولین پرتاب سرپول یک شد و باز هم پهلوانان سرپول، باز هم مرد شماره 10 مناز نیازوف هست که گساله را از روی دایره برداشت گرفته به سمت دایره حلال. پرتاب و امتیاز سوم. قسمت زمین رها بکنه، او را نجیب الله سمنگانی هم همراهی میکرد تا فقط دوست داره درون زمین. باز هم برداشت را مناز انجام میده. مناز نیازوف مرد شماره 10 تیم بازکشی سرپول گساله را به گونه منحصر به فرد قرقیزستانیا در تقمش قرار داده. خود مناز پاس میده به یار شماره 11 تیم بازکشی سرپول صفت پهلوان. صفت شماره 11 را برتن داره و پیراهن شماره 10 که سالها او در ترکیب تیم بازکشی سمنگان برتن داشت برای مناز نیازوف تقدیم کرده. خود صفت پهلوان سید مسعود اسب او را به تحرک میاره و موقعیتی که هنوز تبدیل به امتیاز نشده برای سرپول. دفاع دولایه، پرتاب و حالا امتیاز. عمر بیگ میره که زمینگیری را انجام بده. گساله را یک بار دیگر با هم مرور بکنیم. چه زمینگیری هست این قرقیز. زمین بازکشی یکتو تجربه خوبی داره. او فاتح دور چهارم رقابت‌های لیگ ملی بازکشی افغانستان با سمنگان شده در همین زمین و این نکته برجسته حضور نجیب الله. پرتاب و گساله‌ای که این بار عمر بیگ زمینگیری را انجام داده. گساله را از روی دایره برداشت بلند کرده، میره به سمت دایره حلال. آیا امتیاز ششم در راه است برای سرپول یا خیر؟ ولی چاپ انداز پنجشیر اجازه پیشروی را نداده. راه دیگر یا پلان دیگری را طراحی است. پرتابش دقت لازم را نداره. هموطن او عمر بیگ گساله را گرفته. حاجی محمد هم از او پاس میخواه ولی او خودش به تکلیفی ادامه میده. خود عمر بیگ مرد شماره 12 تیم بازکشی سرپول خودش را از گیروبار و ازدحام دور کرد. اینجا صحنه را از نمای دیگری بررسی میکنه و خودش را رسانده به نزدیکی دایره حلال و با یک ضد حمله تند و سریع پهلوانان دو تیم. باز هم مناز نیازوف یک بار نشد که دو گساله را در این مرحله از دست بدی. هر باری که هجوم آورده گساله را برداشته از روی دایره برداشت. رو در رو چه بازیکن است مناز نیازوف. در هر نقطه زمین دیده میشه این بشر. خود مناز هتریک سرپول بوده. باز هم عمر بیگ گساله را بلند کرده، در اختیار داره و در تقمش قرار داده. چی کار میکنه عمر بیگ؟ گساله را میان دستانش رد و بدل میکنه و با دست راستش قرار میده. حالا پر سرعت در مسیر کسب امتیاز نهم. خود عمر بیگ هتریک میکنه یا خیر؟ هتریک. پاس بده با صفت پاس میخواه. بله با صفت پاس میده. عمر بیگ مرد جوان و با تجربه تیم بازکشی سمنگان صفت و در این دور از رقابت ها برای سرپول بازی میکنه و پرتابی که کارساز نیست. امتیاز کسب نشده و دوباره عمر بیگ ببینید صفت را فرا میخونه و
نزد خودش میخواید تا دوباره به او پاس بده. چه بازیکن است این عمر بگو من از نیازوف. باز هم پاس میده به هم تیمیش، به صفت پاس داد. باز هم صفت گستاله رو در اختیار داره. چقدر خوب و با برنامه و هماهنگ رقابت میکنه یاران سرپال. صفت آهسته آهسته خودش را به نزدیکی دایره حلال رسانده. پرتاب انجام شده یا خیر؟ یکی از پهلوانان پنجشیر دستش گیر داده، حاجی قهار هست. ولی صفت منصرف نشده تا این جای کار. یک امتیاز را کسب کرده بدون یک صفت هم به دنبال کسب امتیاز دوم و دبل هست. با برادر خود پاس میده، با نجیب الله کاپیتان تیم بزکشی سرپل. پرتاب انجام نشده تا اینجای کار. نجیب هم مثل صفت یک امتیاز گرفتن، نجیب هم پاس میده. ولی اینجا گساله مجددا در اختیار نجیب هست. سید وز و سید مسعود هم او را پوشش میدن. نجیب پرتاب هست یا خیر؟ پرتاب شده ولی اینکه گساله خط شده یا نه نخیر.